میخواد ناسیونالیزم رو تعریف بکنیم، فکر میکنم درخواست خوبیه، درخواست مناسبی هم از ایشون. حق دارن بگن که صحبتهایی رو که میکنید وقتی میگید ناسیونالیزم نیست، برامون ناسیونالیزم رو تعریف بکنید تا ما بفهمیم هست یا نه. این خوبه. من حتما سعی میکنم بعد از جلال درک و دریافت خودم را از ناسیونالیزم اعلام بکنم. آقای جلال بفرمایید. عرض سلام دارم. من یه دقیقه دیگه خدمت میرسم، فعلا جام خوب نیست، چون مرسی. دیم خوب نیست. برمیگردم. ببینید، شما به خاطر اینکه هر مفهوم مدرن رو بفهمید، آقای اریک هابسبام یک کتاب داره به نام آیین‌های تأسیسی. آیین‌های تأسیسی یعنی شما یک سری مرام‌های جدید رو به وجود میاری. قالب مطالب، مثلا شما الان آقای کوینتن رو بخواید بررسی کنید. آقای کوینتن وقتی میخواد در کالج لندن مبحثی رو به نام لیبرالیزم و لیبرتی تعقیب بکنه، به جینولوژی لیبرتی میپردازه و به شما میگه که اصلا کلمه لیبرتی از کجا میاد، ریشه در کجا داره، چه تعابیری داشته، چه سیر تاریخی داشته، کی و کجا توسط کیها به کار برده شده. یک تبارشناسی میکند از لیبرتی آقای کوینتن. حالا ما برگردیم به این مقوله ناسیونالیزم. ببینید، تمام شما تاریخ ناسیونالیزم در اروپا را میدانید. آغاز آنچه که بایستی بنمایه چیزی باشد به نام نیشن استیت برمیگرده به شکافی که در امت مسیح اتفاق میفته. برای درک این شما باید برگردی عقب و بگی که شما به کجا اروپا میگی. اروپا یک قاره جدا افتاده، یک تکه زمینی در وسط یک اقیانوسی نیست. اروپا دم قاره آسیاست، یعنی یک خاک به هم پیوسته از قاره آسیاست. چرا به یک بخش از قاره آسیا میگن قاره اروپا؟ این سوال خوبیه. به خاطر اینکه 1000 سال پیش که آخرین قبایل وایکینگ و اسلاو به مسیحیت گرویدند، یک امت واحد دینی ساختند. این امت واحد دینی اسمش امت مسیحه. اگه این رو متوجه میشیم، حالا برمیگردیم به این که کی این امت یک دست مسیح که تحت فرماندهی و ساورنتی کلیسای کاتولیک بود و یک عده خانواده های حاکم اداره امورات میکردن. به مثال بزنم خدمتون، امورات فردی تک تک اروپایی ها رو دوک ها، پادشاهان دخالتی درش نمیکردن. اینا فقط مالیات میخواستن. مالیات میخواستن که امورات لشکری و قدرتی خود را پیش ببرن. کیا در امورات فردی دخالت میکردن؟ کلیسا. کلیسا در امورات فردی مردم دخالت میکرد. کجا ما نهله های شکاف و ترک رو در این امپراتوری میبینیم؟ اون جایی که اتفاقی میافتد به نام رفرم دینی، اون جایی که لوتر آلمانی به کمک عده‌ای از شاهزادگان اروپایی شکافی در گفتمان یک دست کاتولیک و مسیحیت غالب در اروپا ایجاد میکنه. این منجر به جنگ های درون امپراتوری میشه که به عهدنامه های 1500 اگه اشتباه نکنم 50 بعد به عهدنامه بعدی وستفالیا میرسه. داله بر این که ما یه جایی به صلح بایستی برسیم.
اون اینه که شما این رو بارها شنیدید، رعیت‌های هر قلمرو پادشاهی بایستی به دین پادشاه خود باشند. در عهدنامه اول پیورین چیزها کالوانیست ها رو رعایت منظور نمی کنند. در وستفالیا کالوانیست ها رو هم منظور می کنند. تا ما به فراز تسونامی لیسبورن می رسیم، یه اتفاقی در لیسبورن می افته. لیسبورن یکی از ثروتمندترین، زیباترین پایتخت های اروپایی که به مدت 15 دقیقه تا 17 دقیقه تمام زمین می لرزد و دریا می قرد و لیسبون آتیش می گیره و از بین می ره و مبنای سوال میشه. حالا ما یواش یواش وارد یک سری تحولات فکری، تحولات میدانی میشیم. یک رفرم دینی، دو سیلی بزرگ لیسبورن و اینکه اروپایی ها به یک نتیجه میرسند که بایستی از این به بعد نرم افزاری بسازند که این نرم افزار در جهان حکومت بکند. حالا ما میرسیم به دوران قرن 19. آغاز ناسیونالیسم ظاهراً با انقلاب فرانسه شروع میشه، اما در قرن 19 تئوریزه میشه. اکثریت جریاناتی که پرچم سرنگ دارن جریانات نشأت گرفته از ماتسینی ایتالیایی هن. بلغارهای جوان، مجارهای جوان، ایتالیایی های جوان، ترک های جوان، همه اینها از این نهله تقلید می کنند. حالا ناسیونالیسم چیست؟ شما برای اینکه یک نیشن استیت بسازی بایستی یک سری اقدامات بکنی. یک تخیل بکنی از یک ملت، یعنی شما روشن فکرانی داشته باشی، متفکرانی داشته باشی که تخیل بکند یک ملت را، این تخیل را به دولت بدهد تا دولت در مؤسساتی که در اختیار دارد این تخیل رو تبدیل به تفکر و بنمایه هویتی و اقدامات مؤسساتی خود بکند. پس نکته اول، این دولت است که ملت می سازد، این ملت نیست که دولت می سازد. به همین خاطر به هر کجایی که می خواهند دولت بدهند یا بایستی یک دولت متداوم تاریخی داشته باشه یا بایستی از ویرانه‌های یک امپراتوری برخاسته باشه یا بایستی مورد استعمار بوده باشه و بنمایه‌های دولتی و مؤسساتی رو در او برقرار کرده باشند. حالا آنچه که شما بهش میگی ناسیونالیسم، وقتی تخیل میکنی یک ملت رو به یک روایت احتیاج داری. این روایت معمولا یک روایت بیبلیکاله، یعنی 3 مرحله‌ایه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود که آدم آورد بدین دیر خراب آباد. پدرم روضه رضوان بفروخت. پدرم روضه رضوان، آخه یادم رفت شعره، ایراد نداره. به 2 گندم بفروخت مرسی آقای آخرت. حکیمی، بسیار عالی. یعنی چه؟ یعنی ما یک روزگاران خوش گذشته داریم، جهان زیباست. ناگهان دست تقدیر ما رو در مسیری قرار میده که ما منحرف میشیم. مثلا در داستان بیبلیکال و یهودی مسیحی آدم توسط مار فریب داده میشه، سیب رو میخوره و حبوط میکنه تا در این جهان زجر بکشه، رنج بکشه، رستگار بشود
و به ملکوت اعلا و آسمان بپیوندد، یعنی بازگردد به روزگار خوش گذشته. اوکی؟ در مارکسیسم هم همینه. شما در مارکسیسم در دورانهای تاریخی که تقسیم میکنه یک دوران کمونهای اولیه داری، یک زندگی اشتراکی، تا زمانی که ابزار در زندگی انسان ها دخالت نمیکنه. انسان که ابزار ساز میشه یواش یواش مالکیت خصوصی پدیدار میشه. مالکیت خصوصی حال خوش انسان رو از بین میبره، سلسله مراتب میسازه، استثمار میسازه. ما وارد کیوس میشیم، آشوب میشیم. ما از هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. حالا ما که به سوسیالیسم که برسیم، به کجا میرسیم؟ به همون شرایط اولیه روزگاران خوش گذشته. تمامی ناسیونالیزم ها و ایده های ناسیونالیستی این سه مرحله رو دارند و حول این سعی میکنن که ملت سازی بکنند. البته نحله های مختلفی رو در بر میگیره. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، هیچ کدام از کشورهای اروپایی در هیچ برهه‌ای از تاریخ دولت ملت نبودن. همگی امپراتوران استعمارگر دریایی یا زمینی بودن تا به امروز. اینا حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم که مجبور میشن صورتی دیگری از نظم جهان رو برقرار بکنن و اداره کردن، به اروپا که برمیگردن به اتحادیه اروپا میپیوندند. دولت ملت نیستن. یک سری کشورهای اروپایی فاصله بین جنگ جهانی اول تا دوم رو دولت ملت میشن، بعدن تاب و توان ندارن، به اتحاد جماهیر شوروی وصل میشن. چکسلواکی، لیتوانی، مجارستان، بلغارستان، رومانی، اوکراین. ده. شما در ناسیونالیزم یک احساس درت ایجاد میشه، در این ملت تخیلی، که احساس سولیداریتی میکنی به نسبت کسی که هزاران کیلومتر از تو دوره. و برای این تبلیغ میکنی، کار میکنی، داستان تعریف میکنی، روایت میگی. شما همچین چیزی رو در مورد کردها نداری. شما هیچ روایت ناسیونالیستی و ملتی نداری و به زورم به دنبال پیوندهای خونی زبانی میگردی. با وجود تنوع زبانهای مختلف تو یک زبان مشترکم نداری. ما زبان کردی نداریم. کرمانجی بسیار متفاوته با اورامی. اورامی خیلی فرق میکنه با جافی. جافی خیلی متفاوته از لکی. من در همین موقعیت کرد و قومی اتنیکی دارم حرف میزنم، یعنی اون نقشه‌ای که براتون درست کردم. جالب اینه که هیچ کسی با این سوال آغاز نمی کند که کرد بودگی یعنی چه؟ کرد یعنی چه؟ تفاوت من با دیگران در چیست؟ اگر شما این کار رو بکنی که من گفتم، یه اتفاق برات میفته. اون وقت یک تصور، یک پیکر واحد میکنی از یک جمعیت. تصور بدنی، یک ارگانیسم. یک ارگانیسمی که میتونه مورد هجوم قرار بگیره از بیرون، میتونه مورد هجوم از داخل قرار بگیره. میکروب ها، ویروس ها، سلول های سرطانی. و این ارگانیسم بایستی با اینها به مقابله بربخیزه. دشمنان ملت وقت تعریف میشن: دشمنان بیرونی، دشمنان درونی. دیگه کسی نمیفهم، دچار سرگیجه نمیشه که کی خائنه کی خادمه، کی باعث مرگ این ارگانیسم میشه، کی
باعث تداوم و صحت و سلامت میشه. شما تا این دقیقه تمام رهبران کردبازی از منظر جریان دیگه جاش، خائن و سرسپرده است. تمام این لقب جاش رو همشون داشتن. قاسملو جاشه. اینو کی گفته؟ پارت دموکرات کردستان عراق گفته. اینو کی گفته؟ کومله گفته. سران کومله جاشن. اینو کی گفته؟ دموکرات گفته. اصلا جلال طالبانی معروف است به جاش 66. جلال طالبانی با رسمیتی که دولت عراقی بهش میده مشهور میشه، با ابراهیم احمد. جاش. شما اگر مبنای نیروگیریت از کرد قومی اتنیکی یک ایده ناسیونالیستی و یک روایت ناسیونالیستی و تخیل کردن ملت کرد، کجا، کی این کارو کرده؟ تا تو حول این تاریخ سازی هم کرده باشی. آخه مرتی که تاریخ 2500 ساله که تو درش رعیت بودی و از زمان کوروش هخامنشی تو رعیتی، این روایت ناسیونالیستی یک مردمیه که میخواد ملت باشه که 2500 سال توان اداره خود رو نداشته، لیاقت اداره خود رو نداشته و همیشه یک عده گمارده بر گرده او بودن و تحت ساورنتی و حمایت یک بالادستی دیگه بودن. تو تخیل ناسیونالیستی کردی، تو تاریخ سازی کردی. نه، نکردی. چون این کار نکردی، سران اتحادیه میهنی به راحتی میتوانند در خیابانهای کرد قومی اتنیکی قدم بزنند، به جای اینکه مورد تنفر باشن مردم به دنبال ایجاد یک فرصت در آشنایی با آنها باشه. سوال: در طول 100 سال گذشته، 120 سال گذشته، از احسان نوری پاشا شما به من بگید یک فرمانده بلند پایه، یک رهبر بزرگ و یک رهبر حزبی به دلیل خیانت به جریان ناسیونالیستی، منافع ملی و ملت کرد به دست یک عنصر ناسیونالیستی ترور شده باشه. 300,000 نیروی مسلح از پارت دموکرات کردستان عراق که رژیم عبدالسلام عارف را به لرزه در آورده، با یک اشارت ملا مصطفی بارزانی تسلیم میشه. اسرائیل افسانه‌ای ترین ارتش خاورمیانه در 360 کیلومتر مربع که 100 کیلومتر مربعش مسکونیه، در تراکم فشرده جمعیتی آپارتمانی، با تمامی قدرت تانک و توپ و تفجیرات و هواپیما از مردمی بی دفاع تا حالا 40,000 کشته گرفته. بزرگترین جهنمی ترین قدرت جهان با سرمایه تسلیحاتی و پولی داره از آمریکا حمایت میکنه، اسرائیل حمایت میکنه، لوجستیکی، ماهواره‌ای، تکنیکی، تکنولوژیکی داره حمایت میکنه. 40,000 نفر کشته گرفته. بی شرف ملا مصطفی بارزانی 300,000 برنو به دست کرد دست. کدام نیرو میتونست رو زمین بزن؟ تو چطور با یک فرمان 300,000 نیروی مسلح رو تسلیم کردی؟ برنوهایی که دولت ایران به ملا مصطفی بارزانی داده بود خریداری شد به قیمت 100 تومن از هر چریک بارزانی. 100 تومن یا 100 تومن، بله، یا 1000 تومن، من یادم نیست دقیق، میتونم این آمار رو بیارم. سوال: چرا دولت ایرانی برنوی رو که مال خودش بوده، آرم ارتش شاهنشاهی و ساخت ایران روشه، مفت داده به
بارزانی داره با پول تحویل میگیره سر مرز، بهشون پول میده. اگر در اینجا ناسیونالیزم موجوده، چطور یکی از این 300,000 نفر گلنگدن برنو خودش رو مسلح نمیکنه و بگه مرتیکه بیشرف ملا مصطفی جاکش، تو خیلی غلط کردی فرمان عقب نشینی و تمام شدن شورش میدهی، مگه ما منتر دست توییم؟ تاریخ من را قضاوت میکنه. من داغ خیانت را بر پیشانی خود نمیتوانم تحمل بکنم. زن من به من نزدیک نمیشه، تف میکنه منو. یک نفر این حرف رو زده؟ آیا یک نفر این حرف رو زده؟ آیا این تاریخ یک جریان اینطوری رو ثبت کرده؟ خیر، خیر. تو ناسیونالیسمت کجا بود پس؟ مگر ناسیونالیسم تو را وادار نمی کند که برای خیر عمومی، منافع ملی دست به اسلحه ببری و در مقابل دشمن و دیگری بیستی؟ دیگری کرد کیست؟ کیست؟ معلوم نیست. معلوم نیست. خب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم کیا هستن به زور میگن کرد ناسیونالیسم داره اینا تجزیه طلبن؟ کیا دارن این کارو میکنن؟ اونایی که عناصر دولت‌های منطقه هستن این حرف رو میزنن بر اساس چی این حرف رو میزنن؟ یک مدرک دارند که یک پیشمرگ کرد، یک فرمانده خائن خود را کشته باشد. اسحاق رابین رو یک یهودی ترور کرد بابت پروسه صلحی که با سازمان آزادی بخش فلسطین داشت. اصلا اسحاق رابین به سازمان آزادی بخش فلسطین رسمیت داد. دولت اسرائیل اصلا فلسطینی ها رو حساب نمی کرد و قضیه خودش رو با سران عرب مصر، اردن و سوریه داشت تعقیب میکرد. این اسحاق رابین بود که به این فلسطینی ها موجودیت داد، رسمیت داد. و یک یهودی زد اسحاق رابین رو کشت. شما بگید در تاریخ شماها که 120 ساله بر اساس ناسیونالیسم بایستی شکل گرفته باشی، یک نفر از شما یک خائن رو کشته باشی. پس اینایی که رانه اسلحه‌ای رو که به دست گرفتن، ناسیونالیسم روایت ملت سازی، ملت بودگی نیست، منافع ملی نیست، چه چیز اسلحه رو دست اینها داده؟ آیا این سوالایی که من میکنم منطقی آقای چملان؟ تعریفی که از ناسیونالیسم کردم خوب بود؟ فکر میکنم خیلی از جامعه تر بود. سوال من وارده یا سوال خطایی است؟ میشنویم. من فعلا میخوام روی ناسیونالیسم وایسم. اجازه هست هیدری